السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من اصبح منکم آمنا فی سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حیزت له الدنیا بأسرها. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند در این حدیث کدامی از شما، یعنی ای مؤمنان، ای مسلمانان، که میخیزد سحر از خوابش در خانه خود در امن و امان است، در نزد اهل خود در امن و امان است، معافى فی جسده، صحت و سلامت است، عنده قوت یومه، خوراک همروزش داره، رزق همروزش داره، فکأنما حیزت له الدنیا بأسرها، پس برای او همه دنیا داده شده است، یعنی همه نعمت دنیوی برای او داده شده است. پس وقتی که سحر میخیزیم در امن و امان هستیم، در جسد ما، در تن ما صحت و سلامتی است، رزق همان روزه را داریم، پس دیگر شکایت نکنیم انشاءالله. یعنی همه نعمت داده شده است. الحمدلله رب العالمین گفتن در قرآن. اصبحنا و اصبح الملك لله رب العالمین لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر